ما ستاره کرامت‌الله را از محل کاریش انسامبل دولتی ششمقامی به نام فضل‌الدین شهابوف دریافتیم. اینجا با همکارانش در حال تمرین بود. خوشتر است ایام عشق ایام خوشتر است ایام عشق ایام همین درگاه بزرگ انسامبل دولتی ششمقام سالهای پیش در نزد انسامبل دولتی استودیوی بچگانه ما از همون وقت اینجا تحصیل کردیم، درس گرفتیم از اینجا از استادان. یعنی تو با وقتی که اینجا کار اومدید اینجا برای شما محیط بیگانه نبود؟ بیگانه نبود. ما از همینجا شروع کردیم، بعد اکادمی مکتب ششمقام اکادمی رفتیم، بعد باز اومدیم در کنسرواتوار با همکار شدیم و با خوشبختانه من بازی با همکار همین درگاه همکار. بسیار ما همیش شوقی بلند داشتیم. بله. بسیار شوق معلمی ما همین خیلی با ما درس میگفتن که ما حتی انتظار می‌شدیم که همین درسی مکتب میانه تیز سر تمام شد. شب میشد ساعت 9 میشد 10 میشد نمی‌فهمیم. اینجا تمرین می‌کردیم و مشق می‌کردیم. خوشبختانه اینا از همون مکتب شروع کرده البته از عروض چی از وزن شعر و ساختار موسیقی اساسهای مقام چی از همین چیز واقف هستند. همون شش مقام رو سلسله می‌خوندن. هر یک مقام سلسله آماده کرده بودن، ما خودمون آماده کردیم با کنسرت ما. همون شش مقام در طرز سلسله با همین درسگیرای من استادان که با ما اکادمی درس می‌گفتن. ما هر روز 7 ساعت 8 ساعت درس می‌خوندیم. در خانه هم تمرین می‌کردید؟ در خانه. ها دیگه مونده می‌شدیم ساعت مکتب می‌رفتیم، بعد از وقت تا شب در اونجا 7 8 ساعت هر روز ما می‌آموختیم. یکی از جهت‌های بوق مکمل شدن اینو همین آموختن سازهای موسیقی خیلی اصیل، یعنی برای شش مقام خوشت جان بدید. تنبور برای شش مقام خیلی مهم ساده اساسی یعنی تنبور است. بله. و دایره است. دایره اصولی شش مقام باید احساس کنه. چند سال شد تنبور بعد از نگرفتید؟ خیلی خیلی بعد ختم کنسرواتوری ختم کنسرواتوری در انسامبل کار و فعالیت همچون سرآیندگی ادامه دادیم. بله. به همین خاطر کمتر دیگر با سازهای موسیقی بیشتر در دایره‌های سلطه خلقی و استرادی سرود اجرا می‌کنند. گرچند هنرمند انسامبل شش مقام است و فکر می‌کنم اون نفری که این مکتب بزرگ را گذاشته است در آینده در یگان ساحه
در یگان ژانر موسیقی با مشکلی روبرو نمیشه. شما ستاره را درس دادید در کنسرواتوار درس دادید؟ بله هنگام دانشجویی در کنسرواتوار مدتی 5 سال کرد و پیش از این در اکادمی مقام نیست، اونجا نیست، مثلا در نزد اکادمی مقام مکتبی 6 مقام بود. دوره کنسرواتوار را به یاد نمیارید اصلا چی سرود اونجا تمرین میکردید؟ ما یاد دارم در امتحان دولتی همین سلسله صوت مهیر را با ستاره آماده کرده بودم، یعنی که سلسله مهیر از یکی از بخش‌های فرعی 6 مقام به حساب می رود، از مقام عراق است و 5 سرود رو در بر میگیرد: صوت مهیر، تلقینچه صوت مهیر، فروغ صوت مهیر، ساقینامه صوت مهیر و افری صوت مهیر که تمام همین اثرها رو از خود کرده بود و شعرش رو با وزن عروض بود در ضرب اصلیش در نزد هیئت کمیسیه استادان امتحان گیرنده اجرا کرده بود و بعد ختم کنسرواتوار در یادم هست در طولانی کنسرواتوار یک کنسرتی علاوه خاصه خود را نیز برگزار کرده بود که بسیار تا امروز مردم از این پرسان میشوند. خسته نباشید، تشکر زیاد که امروز در برنامه ما رو همراهی کردید. خب ما میرویم دیگه. شما درباره لباسهایتان گفتید و یکی از قسمت‌های جالبی این برنامه ما شاید درباره لباس‌های شما شود، چون خیلی لباس‌های زیاد دارید و خیلی لباس‌های شاهانه و غیر عادی. بله. خب مثلا این لباس خب آماده کردیم. همین لباسی که حالا در کلیپ می‌بینیم همین است. خب این لباس رو کی آماده کرد؟ این خورشید ستاره. خورشید ستاره. خاص توجش در اونجا همین لباس. بله عجیب، بهتره. خب این لباس تقریبا 5-6 کیلوگرم است. خب همه لباس های صحنوی وزنین هستن. همین لباس های شما سنگ های زیاد دارد. بله. واسه این چی لباس است سنگش زیادتر است؟ این خیلی مخفی بود که شما که کنجکاو از ما هیچ مخفی نمیمونه. این آماده کردیم به نزدیکی یک سب داریم در همونجا. اینجا بعض یک 3-4 لباس هست که حالا بر نکردم. بله. اجازه است که بگیرم؟ بله. نه زورتون رسه. شما همین رو میپوشی؟ این امکان ندارد که لباس رو بپوشی. این
خیلی وزنین است. بیننده عزیز همین لباس تقریبا 20 کیلوگرم است. 20 کیلوگرم در زمانهای قدیم رودمردان گردآفریدها در جنگ ها در صحنه های جنگی همین گونه لباس های وزنین میپوشیدن. بعد شما خسته نمیشید وقتی این لباس رو ببر میکنید؟ طاقت میکنید. تقریبا چند ساعت استفاده میبرید فقط برای ثبت است؟ نه فقط برای ثبت است. خیلی وابسته از نوار بردارون. خسته نمیشید؟ میشویم. خیلی گرم است، واقعا خیلی گرم است. آفرین شما. این با یک عذاب اینجا بگذاری. این قدر سنگ های زیاد دارد. این لباس رو کی آماده کرد؟ امید نعمتov. امید نعمت. من خودم این ابراز رو خودتون بله خودم گفتم که من خیلی کردم لازم. و اون کسم خیلی تیار کردم. سنگ های عجیب دارد. این لباسی که حالا ما در کلیپ میبینیم هست در اینجا؟ بله من این است. های سبکتر است فکر میکنم. بله این لباس کلاسیکی است، سردوزی است. مؤلف این لباس کی است؟ خورشید ستاره. بله. اکثر لباس های شما کار خورشید است نه؟ بله خورشید است. بعد باز امید نعمتov است. اینش را در فرانسه بودیم. در فرانسه؟ بله. بعد فرانسه در امریکا بودیم بسیارتر این رو پرسیدم. این لباس را بعد که خورشید ستاره در همونجا بود. خودشون بودن؟ بعد گفتم که این طراحش در همینجا رفته از همون خریداری کنید. من چیز برای خودم این رو وای کردم. شما حق ندارید که مثلا یک ابراز رو در یک صحنه در یک مثلا کلیپ دوبار تکرار کنید. برای هنرمندان باید که همیشه رنگ و رنگ باشه. ما که چهره هستیم برای که تماشا میکنن خیلی مردم چه خیلی است. یک لحظه هم شده بود که همین لباس رو چند بار پوشید بعد همین در خانه خودمون بودیم یک لباس رو بجای خیلی تکرارا پوشیدیم وقت نشد. بعد همین جانکای خودم خیلی اما با همین لباستون پوشیده کو. من گفتم شما گام میزنید بعد دیگر رو شما عادت کردن که من فکر میکنم شما رو عادت کردن که همیشه هم رنگ و رنگ بینن، همیشه بود مثلا لباسای نو خیلی رنگ و رنگ باشد خوب است پیوسته لباسا. بله. حیات هنرمندان همه گونه است بیننده عزیز. فکر میکنم تمام مهنتشون تمام زحمتشون در همین ابرازها ثبت میشود. خب این لباس از کجا است؟ از کدوم کلیپ است؟ این از یک استرادی وای کردیم. از کلیپ های استرادی است. بله تقدیر بود همونجا این رو بر کرده بودم. عجیب، خیلی زیبا است. بعد میبینم که بجز از لباس شما اجازه است بگیریم؟ بله. این لباس ها گران است. بجز از این لباس در کلیپ یا کی تاج داره و یا کی توقی؟ این هم توقی دارد هم تاج دارد. توقیش است. این از توقی از همون لباس است نه؟ بله. خودی طراحان آماده میکنن. شما خودتون پیشنهاد میکنید. در همه لباسهایتان شما همین گونه یک توقی داره یکی از این گونه تاج ها. کوشش میکنیم که همین اوزارهای ملی همون باشد که بله. چون ما رو به همین چیز میشناسن. بیشتر کوشش میکنید که به همین باید با همین لباس و با خوندن مطابق باشد. ما دیدیم که شما با خورشید همیشه لباسهای ملی کلاسیکی رو انتخاب میکنید و طبیعی است که همین لباس ها رو در کلیپ ها عموما در سرودهای کلاسیکی مثل سرودهای مقام و خلقی استفاده میبرید. ولی ما میدونیم که ستاره کرامت الله یک هنرمند اونیورسالی است و در کدام ژانری که سرود میخواند موفق میشود. خاصه مثلا ستاره کرامت الله رو همچون یک نفر هنرمند موفق ژانر مقام میشناسند و همچنین در ژانر استرادا نیز خیلی موفق است. شما لباسایی که در کلیپ های استرادی استفاده میبرید اون رو چگونه انتخاب میکنید؟ با بسیار طراحان کار میکنم. امید نعمتov با هستن از ازبکستان مثلا از خودمون در ژانر استرادا مطابق با همون سرود با مضمون. شما از خوردی از محیط عائلوی با ژانر مقام رو آورده. ملکه صابر و خانه بعد از اون اکادمی مقام بعد کنسرواتوار ملی طول 14 سال شد در کمیته تلویزیون و رادیو در انسامبل 6 مقام
کار و فعالیت کرده ایستادم. ژانر مقام رو خودتان انتخاب کردید؟ همین خیلی شد که یک روز در مکتب همین خیلی یک سرود دادن باید در همین چهاربینی های مکتبی میخوندم و دیدن که آوازم بلند مهارتی خوندن رو دارم دیگر مرا همین کوشش کردن که من پیوسته بخونم و من همین خیلی خوندم شناخته شدم من در ژانر شش مقام و در ژانر استرادا چگونه رو آوردید؟ بسیاری ها گفتن که خیلی شما حالا جوان هستید. سال 2013 بود کمتر سرودای شوخم زمزمه کنید و کم کم گذاشتیم چه خیلی گفتید آدم باید اونیورسال باشد و من نیز رو آوردم باز به ژانر استرادا چون که هر معرکه هر محفل در برابر سرودهای آرام سرودهای شوخ نیست طلب میکند و میرفتم خیلی میخواستن که یکم سرودهای شوخ وقت نه سر کرده ایستاده بودم میگفتم که نه من فقط شش مقام میخوانم چون که همه فهمونده نمیشود که بله من فقط در این ژانر طلبات باید واقعا ژانر مقام یکی از ژانرهای سخت‌ترین صنعت موسیقی تاجیک است نه؟ شما از دوران خردسالی مثلا همین ژانر رو خواندید از خود کردید و چگونه صبر کردید چگونه توانستید که همین رو حفظ کنید نشد زمانهایی که بگویید که نه من نمیخوام دیگر ادامه بدم شد چه خیلی بگم بسیار قین بود من فکر میکنم در همه جدای کار در همه چیز اول قیندی است مشکلی هست می شود که از اودهش نمیبروی دل مونده میشی نمیتوانم این کاری من نیست یا که تجربه بسیار مهم است ضرور است تجربه لازم است برای این کار صبر و آهسته آهسته من بسیار گویم که 13-14 سال آموختم خطا نمیکنم سالی کم نیست؟ سالی کم نیست بله من برای یک هنر برای آموختن یک هنر برای یک موفق شدن هنر موفق شدن فکر میکنم نکم از 10-15 سال باید بیاموزی بعدا از روی تجربه و از روی همین هنر مهنت و هنر شهرت میابی ثمرش رو میبینی بله کارت رو نیز دوست میداری کار فکر میکنم پیوسته اگر مشغول باشی کار کنی از تحت دل موفق میشی بسیار پدرم خیلی میخواستن که آواز خوانندگی در ژانر شش مقام دوست میداشتن میخواستن که هنر شما سایخل یا بد رشد کند فرا بگیرد بعدا من رفتم حجتهای خود رو در کنسرواتوری ملی سپردم و خود رو بله اونجا سایخل داده من در زمان دانشجویی وقتی که در کنسرواتوری ملی شما تحصیل میکردید از همونجا شهرت پیدا کردید آهسته آهسته در همون وقت شناخته شدید شما پیوسته که در جریان بودم در آموختن کسب بودم بسیار مشکل بود و بعدا در کنسرواتوری علاقه من کمتر سبکتر شدم یعنی بسیار که خوندم علاقه برای شما سخت نبود نه؟ سخت نبود این ژانر همین خیلی هست که اگر پیوسته زمزمه نکنی مشق نکنی همین آواز میشینه یک مدت کار نکنی اگر آواز را از دست میدهی تو با مشق میکنی تو برقرار کنیش با وقت در کارت برای من یک همین در خانه یکم چی سروده مونده از استادای گذشته میمونم و همین تکرار میکنم که همین برای اون که آوازتون خلل نبیند چی ها استعمال میکنه؟ من آوازم رو احتیاط نمیکنم چرا؟ ارکه نمیکنم چون که آواز چی خیلی میشد بعد بسیار مدت پیوسته که در معرکه هستیم در چهاربینی هستیم یکی میشود که یکم خونکی میشد یکم وای سردی میشود تیز بعد نازک میشد آواز این فکری و ایمان است یعنی میخواهید که آوازتون در همه شرایط مطابق باشه در همه شرایط من آواز خود را مطابق کرده هستم آفرین خسته نباشید تشکر زیاد